سلام، من سودرات هستم، مسئول روابط بین‌الملل شبکه فمینیستی اوزل و فمینیست به معنی جرأت فمینیست بودن در فرانسه. این شبکه فقط 2 سال سن داره و میانگین سنی کسایی که توش کار میکنن به صورت مجانی هممون داریم کار میکنیم توش 30 سال سنه. یکی از کارهایی که میکنیم انتشار کردن مجله های 2 ماهه‌ایه که هر ماه به یکی از مسائل زنان مثل ورزش زنان یا مثل گرایش های جنسی زنان اختصاص داده میشه. علاوه بر این برای هر تمی ما یک گروه کاری داریم که یکی از این گروه های کاری گروه کاری برابری شغلی زنان و مردانه. یه ایده‌ای که داشتیم در این گروه این بود که از مردم بخوایم که بیان برای ما توضیح بدن که چه اتفاقاتی داره در محیط کاریشون میفته و دچار چه نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی در محیط کارشون میشن، چه مردها و چه زنها. در مدت کمتر از 1 سال، یعنی دقیقاً به مدت 9 ماه تمام، کامنت هایی برای ما اومد که بیشتر از 10,000 تا کامنت برای ما اومد که این کامنت ها در واقع هر کدوم قصه یه تبعیض جنسیتی بود. ما این کامنت ها رو بهترینشون رو، چه خنده‌دارترینشون رو چه شوک‌آورترینشون رو انتخاب کردیم و توی کتابی چاپ کردیم به اسم زندگی زنانه. این زندگی زنانه فقط این کامنت ها نیستن، بلکه یه سری اطلاعات راجع به قانون فرانسه در زمینه‌های خاص، راجع به تاریخچه قانون یا تاریخچه حتی یک کلمه‌ای که امروز در فرانسه استفاده میشه، در مورد لزبوفوبی در محیط کار، راجع به تبعیض‌هایی که به زنانی که باردار هستن میره و همینطور الاخر ما سعی کردیم که این کامنت ها رو دسته‌بندی کنیم و اطلاعات کامل بدیم. این کتاب در هفته اولی که در فرانسه منتشر شد جزو 30 کتاب بست سلر، یعنی بهترین فروش کتاب بود و خیلی زود کتاب فروشی‌ها این کتاب رو تموم کردن. قیمتش 12.5 یوروه و در واقع ابزاری برای اینکه حساسیت مردم نسبت به اون چیزی که در اطرافشون میگذره، تبعیض‌های جنسیتی، بره بالا. متشکرم.